با عرض سلام و خسته نباشی به دوستداران کانال هندیمن. با یکی دیگه ویدیوهای آموزشی در خدمت شما هستیم. امروز می‌خواستم تعویض سیم کلاچ بدون لیگلاژ بهتون توضیح بدم. واسه تعویض سیم کلاچ بدون لیگلاژی همونطور که مشاهده میکنید قسمت زیر پدال کلاچ یه برآمدگی هستش. این برآمدگی رو فشارش میدیم و پدالا به سمت پایین با یه دست مخالف خلش میدیم و این سیم از اینجا آزاد میشه و بقیه عملیات رو باید از داخل کابوت سیم از اون ور بکشیم بیرون و سیم جدید برعکس بذاریم سر جاش. خب تا اینجای آموزش فعلا داشته باشید. ما اینو خلاصش کنیم بریم از داخل کابوت از سمت گیر باکس اونم آزادش کنیم. خب دوستان، پدال که آزاد کردید میایم هواکش رو ور میداریم، بعد میرسیم به خود سیم کلاچ روی گیر باکس. خب عزیزان، سیم کلاچ رو میخوایم از جای خودش بکشیم بیرون، نیازی نیست سر باتری بازش کنیم. هواکشی که کندیم میایم سراغ خود سر سیم کلاچ به سمت گیر باکس اون آزادش میکنیم. بعد میایم از این قسمت به یه صورت دورانی ساعتگر یا پات ساعتگر این از جاش میکشیمش بیرون و همین عملیات برعکس واسه جا زدنش انجام میدیم. خب الان که مشاهده میکنید سیم کلاچ اومده بیرون، پدال که بکشیم بالا به سر جای خودش. خب از اینم یکی دیگه از آموزش ها. ممنون میشم که لایک کنید آموزش امروز رو. تا آموزش دیگر، خداحافظ.